راوی معتبر روافض زراره ابن اعیان از دیدگاه اهل بیت. شما در مورد زراره نظرتون چی هستش؟ شما کی؟ شیعیان. زراره ابن اعیان. بله. زراره ابن همون اعیان راوی یکی از مشهورتون. اجله اصحاب ائمه علیهم السلام. از اجله اصحابه، درسته؟ بله بله. خب بعد یک چیزی، پس چرا در مورد زراره حدیث داریم که خدا لعنت کند زراره و ابو حنیفه را؟ حالا من باید ببینم در کدام کتاب این روایت. این حدیث آمده از جعفر ابن محمد آمده. سلام الله علیهم و آله. در کدام کتاب؟ اسم کتابش الان خاطرم نیست. خب خدا حافظتان ولی دیگه در جان، همون خدا احادیث. حافظش. وقتی دلیل نداری، بله، که خداوند لعنت کنه، مثلا پیغمبر فرموده خدا لعنت کنه، فرض کنید فلان مسلمان مؤمن رو. بله، خب دلیل رو اول ذکر بکن جان برادر، وقت من دلیل جواب بدم. وقتی که دلیل نداری دیگر بگم من کتاب یادم نیست. خب زنگ نزن، در وقت یادت آمد زنگ بزن. به این میگویند خود را کوچه علی چپ زدن. آخوند الله یاری خوب میداند که پرونده این راوی مشهور شیعیان چگونه است، اما خود را به کوچه علی چپ میزند و نمیخواهد این شخص را ضعیف نشان دهد، چون بیشتر اعتقادات و مسائل فقهی شیعه بر اساس روایات این شخص بنا شده است و اگر این راوی ضعیف شمرده شود و مورد لعن ائمه علیهم السلام قرار گیرد، چیزی از مذهب باقی نمیماند. لذا مجبورند از این روایات چشم پوشی نموده آنها را انکار نمایند. زراره ابن اعیان از خانواده‌ای بود که اصلش مسیحی، پدر او برده رومی و پدر بزرگش راهب نصرانی بود. شیخ طوسی در کتاب الفهرست صفحه 62 میگوید: زراره ابن اعیان و اسمه عبد ربه یکن ابا الحسن و زراره لقب له وكان أعين بن سنسون عبدا روميا لرجل من بني شيبان وكان سنسون راهبا في بلد الروم. زراره ابن اعیان نامش عبدربه و کنیه‌اش ابوالحسن و لقبش زراره بود و اعین ابن سنسون برده رومی برای شخصی از بنی شیبان بود و سنسون راهبی در شهر روم بود. زراره خود را مسلمان جازد، اما داغ زیادی از اسلام به دل داشت، لذا در فرصتهای مناسب تصمیمهای شوم خود را عملی می نمود و به ائمه دروغ می بست و هنگامی که امام با میل او سخن نمی گفت به مخالفت او می پرداخت. در رجال الکشی صفحه 133 روایت شده است که او در مورد تشهد از امام جعفر صادق رحمه الله 3 روز پرسید و یک جواب حاصل نمود. وقتی خارج شد گفت: ضربت في لحيته و قلت لا يفلح ابدا. در ریشش باد رها کردم و گفتم او هرگز پیروز نمی شود. وقتی امام متوجه این شخص مغرض شد، او را در جاهای مختلفی لعن کرد و تکذیب نمود. در رجال الکشی صفحه 135 روایت شده است که امام جعفر صادق فرمودند: كذب علی والله كذب علی والله لعن الله زراره لعن الله زراره لعن الله زراره. قسم به الله بر من دروغ بسته است، الله زراره را لعنت کند. 3 بار این را تکرار نمودند و در روایت دیگر فرمودند: این زراره ابن اعیان از کسانی است که الله در کتاب خود درباره آنها چنین فرموده است: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. و ما به سراغ اعمالی که انجام داده‌اند می رویم و همه را همچون ذرات غبار پراکنده در هوا قرار می دهیم. و در صفحه 142 روایت شده است که فرمودند: زرارة شر من اليهود والنصارى و ممن قال ان الله ثالث ثلاثه. زراره از یهود و نصارا و از کسانی که گفتند که خدای سومی نیز با الله است هم بدتر است.
این است پرونده راویی که آخوند الله یاری آن را یکی از اجله های اصحاب ائمه می نامد.